درود بر همیهنان گرامی. امروز ششم تیر ماه 2585 شاهنشاهی. من امین سفیامل در خدمتون هستم تا در مورد دو تا موضوع با شما صحبت کنم. یکی موقعیت آتش بسه، اگر که این مفهوم دقیقی باشه از توصیف اوضاع. فکر میکنم توصیف دقیق ترش که ما با یک آتش بس گرمی مواجه هستیم، در حین آتش بس زد و خودهای نظامی انجام میشه، منتها مذاکرات هم در ادامه داره و همچنین به نظر میاد که دو طرف هم انگیزه و اراده‌ای برای یک جنگ تمام عیار ندارن. جمهوری اسلامی انگیزه جنگ تمام عیار رو نداره، چون که میدونه که این یه فرصتیه برای آمریکا و اسرائیل که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن. برای آمریکا هم و آمریکای ترامپ هم به دلیل اینکه نزدیک انتخاباته و جمهوری خواهان نمیخوان موسم انتخابات مسئله جنگ با جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه ضعفی برای اونها بشه تا مبادا انتخابات کنگره رو از دست بدن، و همچنین مسئله اقتصاد باعث شده که ترامپ انگیزه و اراده زیادی برای جنگ نداشته. اما این مسئله در کوتاه مدت صادقه و میتونه به زودی تغییر بکنه و اگر که تفاهم نامه منجر به یک توافق پایدار نشه که شک و تردیدهای زیادی در این زمینه وجود داره، از دوباره ما وارد درگیری نظامی شدیم. یکی از نظریه پردازان جنگ میگه که دیپلماسی ادامه جنگ اما با ابزارهای دیگه. این فاز دیپلماسی به این خاطر انجام شده که هر دو طرف فکر میکنن جنگ نتونسته اراده کامل دیگری رو بر اونها تحمیل بکنه، بنابراین از این فضای دیپلماسی استفاده میکنن برای تحمیل اراده خودشون به هم دیگه. و با توجه به اینکه زمینه‌های اختلاف جدیه، آمریکا و جمهوری اسلامی تاریخ طولانی از خصومت و دشمنی دارن و موارد که مورد اختلاف دو تا کشور هست بسیار زیاده، این مسئله باعث میشه که احتمال یک توافق پایدار همه جانبه بسیار بسیار احتمالش کاهش پیدا بکنه. اما تمدید آتش بس اون هم کاهش تنش در بعضی از حوزه هایی که جنبه فوری داره برای دو طرف میشه قابل انتظار هست. منتها توافقی که جمهوری اسلامی توان هسته خودش رو واگذار بکنه و حتی حاضر باشه توان موشکیش رو محدود بکنه و دیگه دست از حمایت نیابتی ها برداره، با وجود این حلقه رهبری کنونی در جمهوری اسلامی یه چیز نامحتمله، یه پدیده نامحتمله، مگر اینکه ترامپ بنا به دلایل ناشناخته و همچنین پیشبینی ناپذیر بودن رفتار اون عقب نشینی عجیب و غریبی کنه. خب اونم برها با توجه به روانشناسی ترامپ هم تا یه حدی میتونه عقب نشینی بکنه. بنابراین این بخش اول گفتگو رو بخوام جمع‌بندی بکنم، الان فضای این که دو طرف میخواد بگه که کوتاه نیامده در جنگ و شکست نخورده در جنگ، الان به این خاطر وارد فاز دیپلماتیک شدن تا بتونن اراده خودشون رو تحمیل بکنن. بنابراین اینجا گاه و بیگاه ما میبینیم که برخوردهای نظامی هم انجام میشه، مثل 2-3 روز پیش که جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کرده بود. در پاسخ به اون گفته شد 6 فروند جنگنده آمریکایی چندین هدف رو در خاک ایران مورد هدف قرار داد. نکته دوم که به نظر من این باید بشه، مثل مذهبی ها که عبادت روزانه دارن، برای ما این مسئله باید تبدیل به یک مسئله روزانه بشه و فکر کردن و فعالیت در راستای به دست آوردن ابزارها و در پیش گرفتن راهکارهایی
که ما رو بر جمهوری اسلامی پیروز میکنه. بنابراین من سعی میکنم در هر گفتگوی روزانه این مسئله رو به خودم و به شما یادآوری بکنم و هر روز بخش‌هایی از این مسئله رو بشکافم. یکی این که ما نیازمند استراتژی پیروزی هستیم و هدف این استراتژی باید تغییر توازن قوا به نفع مردم باشه، به ضرر جمهوری اسلامی باشه، به یک نوع جمهوری اسلامی ضعیف بشه و در شکل آرمانیش توان سرکوب خودش رو از دست بده و مردم بتونن بر جمهوری اسلامی پیروز بشن. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولا اینکه ما این هماوردی رو باید چیزی مثل میدان جنگ تصویر سازی بکنیم و درک بکنیم و با منطق جنگ این پیروزی بر جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم. منظور چیه؟ در جنگ ما یه حوزه امنیتی اطلاعاتی داریم، یه حوزه حالا به اصطلاح نرم افزاری داریم، یه حوزه سخت افزاری داریم مربوط میشه به نیروی انسانی و اون توان رزم دشمن و توان رزم خودمون و همچنین تجهیزاتی رو که ما داریم و دشمن داریم. ما باید اولا یک برآورد درستی از نقاط قوت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داشته باشیم. به نظر من متاسفانه گفتنش تلخه، ولی یکی از جنبه‌های قدرت، حالا میشونیم ما با کلمات بازی کنیم، نه اون قدرت نیست و این چیز نیست، ولی خب اونو میذاریم به عهده اهل ادبیات و شاعران. ولی از لحاظ منطق استراتژیک بخوایم نگاه کنیم، یکی از نقاط قدرت جمهوری اسلامی بیرحمی بی حد و حصره و همچنین تجهیزاتی به کار میبره برای عملی کردن این بیرحمی. حالا یکی بیاد بگه که اصلا بیرحمی که قدرت نیست، انسان سالم که نمیاد اهداف خودش رو با بیرحمی جلو ببره، انسانی که اعتماد به نفس داره، قدرت داره، مثلا ابزارها دیگه. بله منم میدونم، ولی خب این حرفا خیلی تر و تمیزه، ولی متاسفانه در عرصه جنگ برای ما پیروزی رو دست نمیگیره. بنابراین ما نیازمند شاخه‌های امنیتی اطلاعاتی هستیم که بتونه در درون دستگاه سرکوب نفوذ بکنه، بتونه افراد فعال در این ساختار سرکوب رو شناسایی بکنه، نقاط ضعفشون رو بشناسه. حالا من میخوام در این زمینه چیزهایی که کارهای به قولن تمیزی محسوب نمیشه صحبت بکنم که بعضیا اکراه دارن از این کار بنا به دلایل شناخته شده، چون که ما همیشه دوست داریم جست اخلاقی بگیریم و فکر بکنیم که با کارهای تر و تمیز میشه پیروز شد، ولی متاسفانه ما در دنیای زندگی نمی کنیم، به ویژه وقتی که دشمنمون جمهوری اسلامی با کارهای تر و تمیز پیروز بشه. ببینید، برای حوزه امنیتی و اطلاعاتی باید ما نقطه ضعف و روانشناسی انسان‌ها رو بشناسیم. روانشناسی انسان‌ها به ما میگه در چند حوزه انسان‌ها ضعیف هستن. یکی در حوزه پوله، منفعت طلبیه، یکی در حوزه لذت جنسیه و دیگه در مورد ترسه. تمام دستگاه‌های اطلاعاتی از این ضعف‌های بنیادین انسان‌ها برای رسیدن به اهدافشون استفاده می‌کنن. مثلا اینه که میگن جمهوری اسلامی پرستو داره. خب چرا از این کار استفاده؟ به دلیل اینکه انسان‌ها تو این زمینه ضعف دارن و از این ضعف دستگاه اطلاعاتی استفاده میکنن برای تضعیف دشمنش. بنابراین اگر که این شیوه های جا افتاده ایه، البته این مختص جمهوری اسلامی نیست، در دستگاه اطلاعاتی کشورهای دموکراتیک هم از این شیوه ها استفاده میشه. اصطلاح انگلیسیش میشه هانی ترپ، تله عسل. اینه که مشخص منظور چیه. و هر روی کسانی که بخوام با جمهوری اسلامی مبارزه بکنن باید به این شیوه های به اصطلاح کثیف هم فکر بکنن و این شیوه ها میتونه بسیار مؤثر باشه با توجه به
روانشناسی نظام نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی که اینها اصولا در یه فضاهای بزرگ میشن که دارای عقده‌های جنسی عجیب و غریبی دارن، این زمینه میتونه مخالفان رو کمک بکنه برای نفوذ به دستگاه سرکوب. دوم مسئله منفعت مالی. شما میدونید که اسرائیل یکی از شیوه‌های نفوذش در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی استفاده از تطمیع مالی. با توجه به اینکه الان قیمت ریال پایین اومده، به همین میزان طرفداران جمهوری اسلامی ارزان‌تر میشه خرید. یعنی میشه بر اساس منطق بازار وقتی تورم بالا میره، قیمت افرادی که همکاری میکنن با جمهوری اسلامی هم پایین میاد، یعنی میشه با پول اونها رو خرید. بنابراین برای پیروزی ما نیازمند اندیشیدن به این شیوه هم هستیم. مسئله دیگه ترس خیلی عامل قویه در انسان ها. بسیاری از کارهایی که انسان ها انجام میدن به دلیل ترسه. بنابراین مخالفان جمهوری اسلامی، مبارزان راه آزادی ایران، به نظر من از این مسئله ترس و ترساندن باید استفاده بکنن. چرا که همیشه گفتم نظام سرکوب تا نترسه عقب نشینی نمیکنه و برای ترساندنش ما باید ابزارهای تهدید رو داشته باشیم. در گفتگاه آینده ابزارهای تهدید چه چیزایی هستن و میتونن باشن و چگونه از اونها استفاده کرد بیشتر صحبت میکنیم. اما در حوزه سخت افزاری به نظر میاد حوزه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای سرکوب میدانی و خیابانی، یکی تکثیر اندازها هستن و دیگری گله‌های موتوری که یه فضای رعب و وحشتی به وجود میان. تکثیر انداز به دلیل اینکه دیده در جنگ‌ها میگن که شما اگر که بتونید هدف رو ببینید پیروز هستید، یه اصطلاحی هست. و تکثیر اندازها به دلیل اینکه این اسلحه‌هاشون دوربین‌های قوی داره و میتونه نقطه زنی بکنه و همچنین در ارتفاع هستن، میتونن متاسفانه اهداف خودشون رو به راحتی ببینن و اونها رو مورد هدف قرار بدن. و وقتی که کسانی که در خیابان میان فکر این هستن که به تجمعات بپیوندن، تصور این که هر ساختمانی احتمال داره یک تکثیر انداز باشه که بر ما مسلط و مشرفه، این حالت ترس خیلی زیادی به وجود میاره. بنابراین خروج تکثیر اندازان از معادله میدانی برای مبارزان یک ضرورته و یکی از پرسش‌های اساسی این ما باید این باشه چگونه این تکثیر اندازها رو میتونیم از معادله خارج بکنیم. اینها رو به اصطلاح به صورت خیلی سربسته خدمتتون میگم که یه مقدار به اصطلاح طوفان ذهنی به وجود بیاد و در آینده بیشتر بشه در موردشون بحث کرد. مسئله دیگه نیروهای موتوری هستن. این نیروهای موتوری به دلیل سر و صدایی که ایجاد میکنن همچنین سواره هستن و سواره مجهز هست به اسلحه. این قدرت مانور زیادی داره و میتونه مثلا در شهرهای بزرگ از ترافیک ها عبور بکنه و به سرعت خودشون رو به مأموریت، به اون محل مأموریتشون برسونن و متاسفانه قدرت سرکوب بالایی داره. این هم باید بهش اندیشیده بشه به این مسئله که چگونه میشه اینا رو از معادله خارج کرد. یکی از حالا به اصطلاح تقلب هایی که اسرائیل به مردم ایران رسوند استفاده از نیروی پهپاده. امروزه پهپاد در اختیار افراد معمولی هم هست، شهروندان هم هست. با توجه به این نیروی تخصصی که جوانان امروز دارن در حوزه شیمی، فیزیک، AI و هوش مصنوعی در این زمین تخصص دارن، اون جوانان میتونن بهتر به این مسئله برسن که چگونه میشه از این پهپادها
استفاده بهینه کرد برای اینکه جمهوری اسلامی چگونه تضعیف بشه و چگونه میتونن مبارزان از جان هممیهنانمون محافظت بکنن. یه نکته دیگه در مورد دستگاه سرکوب مهمه، مسئله یکی فرماندهیه و دیگری اون کسانی که فرمان میبرن، به اصطلاح رأس دستگاه سرکوب و بدنه دستگاه سرکوب. در جنگ ها برای اینکه به اون ساختار جنگی و اون ماشین جنگی دشمن رو مختل بکنن، یکی از اولین اهداف زدن ستادهای فرماندهیه، کماند اند کنترل، یعنی اون کسایی که مغز ماشین جنگ دشمن هستن. شما در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه دیدید که اسرائیل چگونه در همون لحظات اول میومد فرماندهان، رهبران سیاسی رو حذف میکرد به دلیل اینکه میخواد رابطه مغز رو با بدن